مثلث برمودا چیه؟ چرا انقدر توی جهان شهرت یافته و مشهور شده؟ سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو. امروز میخوام راجع به یه مثلث، یه دریا با هم صحبت کنیم. یعنی یه جورایی اقیانوسه که قسمتی از این دریا خیلی ترسناک و دارکه که اون قسمتش هست مثلث برمودا. حالا چرا انقدر مشهوره؟ ببینید دوستان، زمانهای قدیم هر وقت هواپیمایی یا کشتی از اینجا شد غرق میشد و اصلا ناپدید میشد و حالا برای سوال میشه که آره مثلا شاید اون کشتی مشکل داشته، اما خب یکی از بهترین هواپیما با امنیت ترین هواپیما وقتی که از بالای این مثلث رفتن، بله ناپدید شدن و دیگه خبری ازشون نبود و خیلی ها میگن که آره این مثلث مال فضایی‌ها و به خاطر همین اونا کاری کردن که هر وقت کشتی یا هواپیمای از مثلث رد میشه نابود بشه. ولی خب اون یه تئوریه و احتمال واقعی بودنش 1/100. ولی خب این چند سال اخیر دیگه اتفاقی برای مثلث نیفتاده و مثل قبل عادی بوده. ولی خب مثل قبل چرا اون هواپیماها غرق شدن؟ و امیدوارم که به جواب منطقی برسیم. ببینید دوستان، وقتی که هواپیمای کشتی از اینجا رد میشه قطب‌نماش قاطی میکرد و تغییرات شدیدی آب و هوایی به وجود میامد و شاید یکی از دلایلش این باشه. ولی خب چرا حالا به شکل مثلث نماد یه سازمان دارک به اسم ایلومیناتیه؟ اینا چه